سلام خدمت دوستان عزیز. لازم دونستیم که چندین نکته در مورد تحصیل در سال 2024 در کشور کانادا خدمتتون عرض کنیم. خب در کشور کانادا در سال 2024 9 تا از دانشگاه‌های این کشور زیر رتبه 200 در رنکینگ QS شناخته شدن. یکی از حسنای خوب کشور کانادا اینه که شما پذیرش راحت‌تری میتونید داشته باشید نسبت به مابقی کشورها از جمله کشورهای اروپایی. از لحاظ هزینه خیلی مقرون صرفه‌تر از استرالیا و آمریکا هستش. شما در حین تحصیل و پس از تحصیل اجازه کار دارید. یکی از حسنای بزرگ تحصیل در کشور کانادا اجازه همراهه. شما همینطور که پذیرش دانشگاهتون میگیرید میتونید همراه خودتون داشته باشید. خب هزینه اپلای خیلی کمتر از نسبت به کشورهای دیگه هستش. همیشه نمیشه از حسنای خوب کشور کانادا گفت. خب بالاخره یه سری از معایب‌ها هم باید خدمت شما عرض کنیم. یکی از این معایب‌ها دور بودنش نسبت به ایران و همینطور خیلی سرتر از ایران هستش. خب در سال 2024 کشور کانادا یک سری قانون جدید در مورد تحصیل در کشور کانادا که فقط مربوط به دوره‌های کارشناسی هستش اعلام کرده. یکی از این قوانین کاهش 36% نسبت به سال 2024 بوده که امسال 360,000 دانشجو فقط پذیرش میده. خب نسبت به سال پیش این عدد خیلی کمتر شده. خب یکی از قانون‌های جالبی که در سال 2024 کشور کانادا اضافه کرده اینه که شما علاوه بر گرفتن پذیرش از دانشگاه حتما باید گواهی استانی هم بگیرید. خب چرا این کار کرده کشور کانادا؟ برای اینکه بتونه جلوی ایجاد تورم بگیره و همینطور خدمات خوبی رو به شهروندان خودش ارائه بده. البته اینو خدمتتون عرض کنم که این موضوع برای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا صرف نمی‌کنه. از 1 سپتامبر سال 2024 دانشجویان کالج‌های خصوصی پس از تحصیل اجازه کار نخواهند داشت. علاوه بر این دانشجویان ارشد اجازه کارشون به 3 سال افزایش پیدا کرده. در قانون قبلی دانشجویان ارشد نسبت به میزان تحصیلاتشون مجوز کار براشون صادر می‌شده. از این به بعد مجوز کار برای همسر فقط در مقطع دکترا و ارشد خواهد داده شد. یه جورایی میشه گفت این قانون‌های جدید سال 2024 کشور کانادا برای تحصیل در این کشور خیلی به نفع کسانی هست که میخوان برای مقطع ارشد و دکترا اقدام کنند. اگر سوالات بیشتری در این زمینه دارید میتونید با مشاورین مؤسسه استخباراتیی در ارتباط باشید.